خاورمیانه در این اواخر به دلیل تنش‌های زیاد نقطه خبرساز برای جهانیان شده است. از ایران تا غزه، از غزه تا اسرائیل و لبنان و این طرف حوثی‌ها در دریای سرخ. چه چیز امنیت خاورمیانه را بیشتر از پیش ناامن ساخته است؟ آیا یک جنگ تمام عیار در منطقه صورت خواهد گرفت؟ داستان افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی طالبان در این میان چه خواهد شد؟ در پرسش با آقای عزیز مارج، آگاه روابط بین الملل، با من وارث احمدی آزاد. آقای مارج، خیلی سپاس از حضورتان در برنامه. در اول میخوایم بپرسم که چرا در یک سال پسین اوضاع در منطقه خیلی خراب شده است نسبت به هر زمان دیگه؟ تشکر. نخست سلام برای شما، سلام به همکارای تکنیکی شما و شنوندگان بینندگان محترم تلویزیون شما تقدیم میکنم. موضوع اینطور است که اصلا در افغانستان سیاسیونی که بود، گرچه تو سیاسیون قوی ما در 4-5 دهه اخیر نداشتیم، حاکمیت های ضعیفی بودن، نتانستن که کشور طرف پیشرفت و ترقی یا با حساب همسیالی با منطقه سوق بده. همیشه دست نشانده کشورهای خارجی بودن. خب بر صورت سیاسیونه که در سیستم و در نظام نبودن، اینا هم ایره درک نمیکنن که منشأ و اساس بدبختی و مصیبت ها و جنگ کجاست. کشورهای شرق میانه یا دیگه کشورها که فعلا جنگ وجود دوام دارن، این بزرگا از یا میفهمن، چون با تکنیک و تکنولوژی اصل و زمان بلد هستن و خود تکنون نیار کردن، چون میبینن که وضع داخلی کشورشان اتباعشان سالم است، درست است، یعنی خدمت کردن. میدانند که جنگ نیابتی است، جنگ بیرونی است، جنگ بین کشورهای بلاک شرق و غرب است. اینجا زور آزمایی در وجود دارن، اما یا چیزی کردن میتونن چون وابسته هستن. او خاطر این مشکلات پیش میره. در سال تقریبا 1299 یک امپراتوری به نام امپراتوری ترکیه عثمانی، ارطغان یا اتومان که عثمان نامش گذاشتن، ارطغرل پسر ورزو بود یا ارطغرل، این را بنیاد گذاشتن. یک امپراتوری بسیار قوی را ساختن، دوام که تقریبا چیز کم 800 سال، 700 سال و چند وقت، یعنی تقریبا تا سال 1924. بعد در میان جنگ اول جهانی که در 1914 آغاز شده بود، در سال 1916 دو شخص برام قدرتمند یهودی با هم تصمیم گرفتن، یکی از فرانسه و یکی از انگلیس، به نام سایکو یا مارک سایکو و جورج فرانس سیکو، یک قرارداد امضا کردن به نام سایکو پیکو. این قرارداد باید امضا شد، تصمیم گرفتن که ما امپراتوری عثمانی را باید از بین ببریم، دیگه ضرورت نیست. او خاطر یا رفتن نظمی خانواده السعود در ابدر 25 در ها حکومت میکرد. در ها یک منطقه است نزدیک و حجاز و نجد میگفت، در مجموع وقتا سعودی یا قاهره را تقسیم شده بود. یا را آوردن از خانواده السعود بن محمد بن مکرم، یا را در 1932 حاکم ساختن، خانواده الهاشم و رشید از بین بردن، یک کشور جو که امپراتوری عثمانی را از بین برد. مصطفی کمال آتاتورک پیدا کرد و بلا و مخالفت گپا شروع شد. همین سالات بود. بعد سال 1921 ببخشید 22 کسی دیگه به نام پارسیا، این هم یک نقشه دیگه را طرح کرد که میشه به جزیره سعودی را قیچی کنه، کوتاه بسازه، خرد بسازه. این دوام کرد تا سال دهه 70 میلادی. بالاخره یک چند کشور محدودی، تقریبا 9 کشور ساخته، جمعاً 22 کشور در وجود داره و 57 کشور اسلامی در جهان، چون رژیم سیاسی شان اسلامی است. این را ساختن. بالاخره این هر کس به نوبه خود گیره، خاطر جزیره خود، بخاطر پیارتیای خود، بخاطر نیروهای خود جابجا کردن و این خلیج گرفت. با جی سی سی و
سیستم گلف برای ساختن. سال 71 رئیس جمهوری وقت امریکا نکسن آمد دوجه قراردادهای تیل کردن و فیصله به این شد که نفت باید به یک میار برای و فروش به دلار باشه. همین بود که لیتر آف کردیت بود. خلاصه ای که اینمی منطقه و این شاهها و این چلپاریا تحت اثر کشورهای دیگه صورت گرفت. روسیه و شوروی بود که سال 1922 جور شد تا 1991 دوام کرد. ای هم غافل نماند، یا نفوس خود که رفت یمن با 20 تقسیم کرد. همچنان طرف کشورهای دیگه دوبای یا تماس گرفتن. عراق مثلا یا سوریه رفت با حافظ الاسد پدر بشار الاسد قرارداد امضا کرد و بالاخره مسئله ایجاد اسرائیل و میان آمد. لورد چایلد میخواستی را کشور جور کنه، بافر به صدر اعظم انگلیس تماس گرفت و بالاخره در جور کردن از این شوروی هم پافشاری کرد تا که فلسطین به جای خود بانه. 200 تخصیص شد و بالاخره یاسر عرفات اونجا آمد و این رقابت دوام داشت و دوام داره تا امروز. درست. همین حالت هست. جنگ بیرونی است. اینجا مسئله اوکراین صورت گرفت وقتی که مسئله پیش از اینکه از افغانستان سال 2021 امریکا بره 7 سال پیش پروگرام از این عیار شد. تارگت بود که روسیه باید سر پولن حمله میکرد و یا اینکه امریکا تلاش داشت کرد که اوکراین باید حمله کنه. مسئله سویدن می کشورهای مثلا فنلند یا می کشورهای کال نامش از یادم رفت، سویدن و نروژ و فنلند، این کشورها هم میخواستن که طرف ناتو باید برن و او تحت اثر شوروی سابق بودن. اسکاتلند یارد که میگن کشورهای اسکاتلند یارد، بله ای هم میخواست به اون طرف بره. یک تغییرات دیجا میامد. بنان دیجا امریکا کوشش کرد که جغرافی افغانستان از حکومت سابق اعتماد باش نبود، چون تمایل با روسیه و شوروی داشت، خصوصا گروه جمعیت یا زیادتر رو طرف بودن. پاکستان هم بازی با چین میکرد و گروه دیگر مرتبط با پاکستان بودن و همچنان دکتر غنی هم رابط خوب با چین ایجاد کرد. اونجا رفتن یک اعتماد کم و دیگه مصارف هم زیاد داشت. بالاخره از افغانستان برآمد. جنگ با اوکراین متوجه شد. درست. اونجا میدان جنگ آغاز شد. آقای این وقتا آخر میبینیم که شما میگین که میگه که آقای زلنسکی اگر بخواد صلح کنه با میانجیگری چین و هند و یا کشور شانگهای معاصر است، میره چرا صد نشان داد بنان مانع عزیز کجا جنگ آرام بشه. اوضاع جنگ میره طرف کشورهای خلیج و غرب. از ایران هم خبر داره، به تفاوت نمیمانه، تلاش خود داره. بیرون آقای خامنه‌ای یا اوجا میبینیم جنگ روز برو طرف لبنان رفت. ما تقریبا سال گذشته بود تقریبا همین جنگ نوی که بین اسرائیل و فلسطین و غزه آغاز شد. میگن که دامنه جنگ وسط پیدا میکنه. سوریه هم داخل جنگ میشه، عراق هم داخل جنگ، آیسته آیسته سعودی و یا میرن طرف جنگ. که کدام کشور هوشیار است میتونه که هم با غرب و شرق بسازه و هم کشور خود نجات بده. این بحث جداگانه است و به استعداد از وقت قرار داره. اما برای که حالا ما بگویم که مثلا حسن نصرالله برای حزب‌الله کشته و شاید جنگ آرام شود، این دو تاثیر داره. یکی که امکان داره سیستم قبلی به شکل دیگه بگیره، ضعیف شود و احتمال زیاد داره که تشنجات بیشتر شود، چهره دیگه را بیارن، چون مدیریت جنگ از این حوزه بیرون است. بنان این قدر فایده برای ما نداره که ما بگوییم که حوزه جنگ بیرون میره. در افغانستان امن دیگه پامه افغان‌ها به دشوار باشن. میشه که حوزه جنگ یا نقشه جنگی طرف هم بیه، یک جبهه دیگه باشه و به خاطر کشور بلاک شرق. میبینیم در حاشیه 79 جلسه اسامبله ملل متحد روسیه، چین، ایران طالبان حامی روسیه و چین است. با پاکستان شیشتن و این مسئله گفتن که باید با امارات طالبان همکاری صورت بگیره. این به نفع ماست گفتن. راست هم میگن. درست. من میخوام بپرسم آقای ماروت که
شما فکر میکنید یک جنگ تمام عیار در منطقه صورت خواهد گرفت، یک جنگی که ایران با اسرائیل مستقیم بجنگد و این جنگ بسیار بزرگ باشد، چون این احتمال را شما میبینید؟ ما فکر نمیکنم که ایرانیا جنگ کنن، چون ایرانیا فعلا هوشیار شدن. او جنگای قبلا کردن که بدبختی را در منطقه مثلا با عراق جنگیدن، من باید نمی جنگیدن. کشور اسلامی بود. امروز آقای خامنه ای از دعوه ای را داره که از مومن مسلمان جان باید دفاع شود. تا او وقت چرا جنگ نیابتی را پیش می بردیم؟ امروز در فکر عزیز که سنی و شیعه وجود داره، این مفکوره را باید از خود دور بسازن. خاطر که قرآن یکی، خدا یکی، رسول یکی. وقتی که صدام حسین کشته میشد ایرانیا خود چرا خوشحالی میکرد؟ و امروز اصلا نسلا کشته میشن محکم اعلام میکنن. آیا دیگه مسلمان ها با شما استاد میشه؟ خصوصا سونیا اینی تفرقه و یاره باید دور بسازه. مسلمان ها نتنها ایران، 57 کشور اسلامی که یکی از یار ضعیف میسازن و بالاخره از بین میبرن. این سوریه چرا به این حالت تبدیل شد؟ ایران هم نقش خود داشت. اگر با گروه روس های مستقیم کمک میکرد. من یارم مسئله جواب شما، ایرانی ها هوشیار بیستن که نمیخوایم ملک خود خراب کنن. من اوز دیپلمات بودم، روحی از یار دقیق میفهمم. یا جنگای نیابتی را زیاد خوش ندارن، متوجه میشن. هم حاکمای از یا با وجود که آخوندهای که آمده از فرانسه آمدن، آقای خمینی و یا غرب آوردن، اما یا متوجه کشور خود است. روز برو دولت رشد است، روز برو تا به سلاح اتمی و به استوی هم دسترسی پیدا کردن. وضع اقتصادیشان بسیار به نهایت خوب است، غذای ارزان و به هم میرسن. این که بعضی از مردمشان بنا به دموکراسی و یا کمی خوش نیستن، اون مسئله داخلیشان است. اما در امور داخلی خانه های اتباع خود غرض ندارن، در ویلا ها و اینجا بر لباس و بر حالتی که میگذارن نظم شهر یا نگاه کردن و کنترل میکنن. گمان نمیکنم که جنگ با اسرائیل و بخاطر که یک اسرائیلیا و جان غرب یک تکان هم داد ایران. وقتی که یا حمله کردن و آمدن رئیس جمهوری از با وزیر خارجه داخل خارجشان از بین بردن، یک درس برشان داد اگر شما حمله کنین چنین کار ما کردن میتونیم. درست. اما فکر نمیکنید آقای مارد که ایرانی ها اعتبار خود نزد گروه های نیابتی که به نیابت از ایران می جنگن مانند حزب الله، حوثی ها یا در غزه که می جنگن به نیابت از ایران، ایرانی ها اعتبار خود از دست میتن روز به روز، چون هر روز تلفات میتن، اونم در سطح بسیار بزرگه. نه، خود ایرانی ها خود تلفات نمیتن یا خود صلاح پول وقت. اما او کشورها به خاطر امی فکر یا مفکوره شیعیزم یا شیعه بودن و حال فعلا درگیر جنگ نیاز داره مسئلات حکومت. بو قطر خوش هم هستن و شراسه که روسیه کمک میکرد، ایران کمک خوش بتازیات وقتا. در یمن حوثی ها هم به می حالت خوش هستن، چون وا درگیر جنگ هستن. کسی که درگیر جنگ بود، هدف جنگ داشت و منفعت خود در جنگ میدید، او از هر وسیله استفاده میکنه که مساعده صورت بگیره و قوت پیدا کنه. بو خاطری بود. اما در مجموع بدبختی همیست اگر در این منطقه خلیج و کشورهای اسلامی، کشورهای عربی جنگای در بگیرن، مشکل به است که یک کشور ضعیف شده میره و ایران شده میره و بالاخره به نفع کشورهای اسلامی نیست. یعنی ما هم عدس هم پاکستان که کشور اسلامی خود میگه و جهاد اسلام برای ما صادر میکنه، در حالی که ما وارا مسلمان ساختیم. و خیر او نیاکای ما غیرت داشت و شامت داشت که این کار کرد. ما خوش شامت نداریم، مروا برای ما حکومت جور میکنم. استاد ربانی و افغان از پاکستان آمدن، در خود بن اثر داشت، داخل داره و امروز هم اثر داره. این کار نشده نیست و باید چشم مردم خاک نندازه. و همچنان ایران در طول 50 سال شدید مداخلات در افغانستان می گاهی جبهه شمال کمک میکرد علیه طالب. وقتی که جمهوریت آمد طالبا را حمایت میکرد. ابراهیم صدر و زاکری و یا همشان در قم و مشهد و اصفهان دفترهای داشتن، مداخله میکرد. ما از خاطر ما برای با پول سعودی 50 سال که در افغانستان جنگای نیابتی با پول عربستان سعودی صورت میگیره، برای قدر در ذهن ما
سعودی و عرب تشبیه خوب دادن که ما نام زیر میگیریم، ما تا دیگران شمایشان میبره و با ما فتوا میتن که نه کافر، در حالی که یک واقعیت است. همین پول شیخا و خصوصا سعودی، سالهای سعودی همیشه در افغانستان بدبختی و تباهی را بودن، مجریش پاکستان بود و ایران بخاطر منافع خود مداخله میکرد، افغانا و اینها را میساخت. ما را هر دو کشور تباه کرد، حتی به شمول سعودی و ایران و پاکستان. اگر در این کشورها هر قدر بدبختی می، افغانا باید به این خوش شود که ما را بندازه. ما را برعکس میبینیم که احساس افغانی و مسلمانی در وجود همگیست، برشان میگه که نه، برادر مسلمان ماستی، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. ما با مردم غزه هم نارام هستیم، خوش نیستیم به این حالت که به شکل ظالمانه کشته میشه، در لبنان کشته میشه، سبا می میره به طرف اردن، دیگه کشورها بالاخره طرف سوریه و عراق. به این ما همیشه میگه، ما تا با خود مردم ایران که تحت اذیت و تکلیف قرار میگیره افغانا خوش نمیشن، حتی با مؤمن مسلمانای واقعی پاکستان هم خوش نمیشیم، با وجودی که باطل کار میکنم. کشور ما را که خراب کرد، عقب ساخته ساخت، میلیون ها نفر کشته شد، میلیون ها نفر مهاجر شد. این هم مدرسه همین کشور همسایه و سعودی بود. درست. چون پروژه را از کشور غرب میگرفتن و این طرف کشور شرق بود، جنگ بین ازیا بود، جنگ سرد، جنگ گرم در منطقه افغانستان میکرد و همین کشورها منطقه خود میگرفت و همیشه کشورهای همسایه خصوصا ایران و پاکستان هیچ وقت ثبات و امنیت در افغانستان نمیخواد، چون دو جا فایده شان نیست. در بی‌ثباتی یا اون چاتراش هم برده میتونن، استخوان هم برده میتونن، این طرف آهن هم برده میتونن و مواد خلاف استاندارد ایران با افغانستان فرستاده میتونن، از اتباع افغانستان برای فاطمون و زینبون استفاده کرده میتونن، سابق اشغالا افغانا می ساختن، دست نشاندهای خود میتونن در حکومت داخل بیارن، دست آزاد دارن. هر سفیر ایران و پاکستان در افغانستان مانند مکناتین و کیوناری عمل میکرد. این ما میدیدیم، درک میکردیم. به این حالت یا هیچ وقت خوش نیستن که حکومت قوی، حکومت ثابت قوی باشه. درست. من میخوایم در مورد منطقه سال دیگه بپرسم آقای مورد که شما چقدر یک ایران قدرتمند خلاصه در خاور میانه میبینید؟ یک ایرانی که واقعا یک ایران قدرتمند است، میتونه با آمریکا با اسرائیل مبارزه کند و با گروه های نیابتیش که از اونا بتانه خوب استفاده کنه، و چقدر یک اسرائیل قدرتمند میبینید شما؟ آیا توان نظامی گروه های نیابتی ایران بیشتر از توان اسرائیلی هاست؟ چی فکر میکنید؟ اگر دو کشور ما بگذارن برای خود جنگ کنن، مغلوب بشن. یک واقعیت است. درست است که در منطقه ایران رشد کردن و سلاح بسیار مدرن پیش رفته، اردوی قوی دارم، اما اگر حمایه کشورهای دیگه نباشن، آمریکا جنگ کردن نمیتونه یا با کشورهای غربی نمیتونه جنگ کردن. اسرائیل همچنین است. اسرائیل هم اگر حمایت کشورهای ناتو را نداشته باشن، این یک 8 میلیون نفر با یک کشور کوچک چیز کردن نمیتونه، یا چون حامیا دارن. گفتم که جنگ نیابتی، جنگ قدرت‌های جهان است. ایران هم که تو بالا بسیار رفت و به حساب عامیانه بالا پرید، همین به اطمینان دادن روسیه و چین بود. و ترایی خود نمیتونه. ما جنگ عراق و ایران را دیدیم، اگر در بینشان یک جور آمد نمیشه، جنگ دوام میکرد، با ضرر دو کشور بود. برای جنگ خودشان نبود. 8 سال با هم جنگیدن، اما چیز فایده را به دست نآوردن. درست. حالا اسرائیل و کشور عربی و سعودی جنگ کنن، مشکلات میبینن. درست. آقای مار، سایه تنش‌ها فکر میکنید میره به طرف افغانستان یا افغانستان از توجه دور میسازد؟ این دو مسئله است. ما قبلا یک اشاره کردم که ما باید، یعنی سیاسیون افغانستان دیگه کشورها ملامت نکنه که ایران چی کرد و سعودی چی کرد و پاکستان چی کرد. اگر گفتن میریم که دست خارجی بود یا خارجی کار کرد، این انتهایی به جهالت و نافهمی سیاسیون افغانستان میکنه. چطور هنرمند سیاسی است که برای شما مینوازن و شما رقاصای سیاسی جور میکنن که برایشان با دور از وام میرقصه؟ چرا بتانن که مداخله کنن؟ چرا در امور ایران همه بحث ایران بود؟ کشورها همسایه،
کشورها بر خودم مداخله کردن نمیتونن. سیاسیون و مردم مستشار است، نمیگذارن، فورا اقدام میکنن. برام افغانستان سیاسیونی بودن که خودشان دست نشانده بیگانه بود، فرمان از بیرون برشان میآمد. وجه دو وجوهات داشتن. یک، اقتصاد ما ضعیف بود و ضعیف است و بنیاد اقتصادی نرسیدیم، کار بنیادی نکردیم. از وقت شاهی تا امروز آب خودم مهار نکردیم، آب که امروز از اتم بالاتر است. ولی هم جای سر آب کار میشه که به درد افغانستان نمیخوره. یا اگه بند ساخته میشه آب زمینی میرن به طرف کشور همسایه، اما بند ساخته شه آب بلند میشه پس میره. یعنی دیگه کدام کانال و نهر ساخته میشه که آب مدیریت شوه یا بند برق ساخته شوه. ما سر زراعت خود کار نکردیم، ما سر معدنهای خود استاندارد کار نکردیم، ما فرهنگسازی در کشور نکردیم، ذهنسازی نکردیم، حتی ملت سازی نکردیم. درست. بدبختی و یا نه به سیستم کار کردیم، نه به زراعت، نه به صنعت، از داشتهای خود استفاده نکردیم، از موقعیت جغرافی خود باعث ترانزیت ما استفاده نکردیم، از خطوط هوایی نکردیم. این چی بود؟ مدیریت سالم و درست همیشه نشد. و پس از هم نمیشه. دوم ضعف زمامداران بود. زمامداران بی‌کفایت آمد و رفتن یا هم توجه نکردن. به او خاطر احتمال از این است که خدا نخواسته جغرافی جنگ بیاید با افغانستان، هر وقت بخواه آمده میتونه. بهترین بستر برای شاور است که همین دو چیز ما نداریم: زعامت قوی و همچنان اقتصاد قوی. ایران، پاکستان تقریبا یا کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورها در وسط همسایه و منطقه یا به این قوت رسیدن بوق تدابیر اتخاذ کرده. ما فعلا یک قانون اساسی نداریم در کشور. چطور میتونیم سیستم اداره جور کنیم؟ ما در 3 سال طالب آمده و میگه ما خودکفا هستم و آزاد و مستقل هستم، آزادی گرفتم و افغانستان امنیت دادم با بلس افغانستان که ندارم. اما کابینه موقت دوام داره، کابینه غیر مسئول چوکیدار. آیا این مسئولیت گرفته میتونه؟ مطابق قانون کار استخدام مامورین یک وزیر سرپرست حق حاضر و نصب مامور نداره. این با پلانای وسیع، پروژه‌های انکشافی و طویل مدت امضا میکنه. یا کشور خارجی میتونه بیا به این قرارداد امضا کنه اونجا اعتبار حقوقی داره، خود نداره. ما آخرین سوال را میپرسم منتظر است که کابینه اصلی بیاد. درست. ما آخرین سوال را میپرسم آقای مارج که خیلی کوتاه میشه اگر بگوین که آینده خاورمیانه و منطقه را شما چگونه بررسی میکنید؟ به طور مثال در 1 سال پسین تنش‌ها خیلی زیاد شده، 1 سال آینده یا 2 سال آینده را شما چگونه میبینید؟ خلاصه از قرائن، حالات، شواهد و تحلیلات برداشت میشه که جنگ دوامدار است و دامنه بسیار کشورهای دیگر را میگیره. می خاطر یک قرارداد 50 ساله امریکا معطل است و می مشکل داره. اگر تغییر در انتخابات امریکا بیا نبیا او کدام تاثیر نداره، به خاطر که پالیسی ها افسیات قبلا برای 70 سال 60 سال آماده ساخته و برای جمهور جتلای شکل اجرایی داره و پوتین هم همین مشکل داره که جغرافی جنگ او را معطوف کنه تا خود از اوکراین نجات بده. بنابراین ما چین هم از مسئله تایوان به او خاطر کوشش داره که نقشه جنگ به دورتر شود. بنابراین جنگ دوام پیدا خواهد کرد، دوامدار خواهد بود. مانند ایران که زیاد مداخله فیزیکی نداره، عملی نداره، حضوری ببخشید عملی خود داره، اما کوشش خود میکنه که نقشه جنگ طرف ایران نبره، دور بیرون از مرز اوجا باید مداخله کنه و دشمن خود اوجا مار کنه. امیدواری به است که افغانا هم به این متوجه شدن، خصوصا حاکمیت فعلی امروز یا به اصطلاح امارت اسلامی، که یا کوشش کنن که جغرافی جنگ، میدان جنگ و جنگ نیابتی در افغانستان دیگه، مردم افغانستان دیگه حوصله جنگ نداره. بس از با ویرانی و با همه چیز ما تجربه کردیم. امیدوار به است که مردم اتفاق و اتحاد خود پیدا کنن، یک دو است که فشار بیاره برای طالبان که اصلاحات داخلی و سیستم معیاری و نظام بسازه و دیگه غیر طالب دیگه اشخاص اجازه بدن در حکومت تا که تمام افغانا همه حکومتی ببینه که ممثل اراده تمام افغانا باشه، مشروعیت داخلی داشته باشه، با مدن مشروعیت داخلی مشروعیت خارجی خود به دست بیاره. درست. تا که بتونیم از این قضایا خود حداقل اگر فایده گرفتن میتونیم تاوان کنیم. درست. آقای عزیز مارج، خیلی سپاس از حضور شما در برنامه. تشکر از شما.